میفرستن برای مشتری. خب مشتری در اون یکی از این بلاگر شهر گفت آقا ما به جای هزینه اینا 4700 تومان آقا ما برات استوری میذارم. گفت آقا من نیاز به تبلیغات تو ندارم، پولو بکش. ساعت 1:30 شب گفت یا غزه بذار برات تبلیغ میکنم یا ببر برگشتش میام. گفتم اشکال نداره بفرستش تا بیاد. این غزه خب بگی غزه این غزه ما میبرم بین پاکبانه خوب شهرام و آسمان خوبه شهرام بچه‌ای کار تقسیم میکنم ولی دست تو یکی نمیده که تو بخوره. دعای اینا از سطح تبلیغ تو بهتره. گر نباشد حیا و درک و شعور، آدمی طعنه میزند به ستور. جان انسان که تربیت نشود، آدمی گاو میشود به مرور.